خدا رو شکر میکنم که بگم اینجا هستم ولی دلم اونجاست. اینه که نمیدونم شما چه دلیلی داشتید که اینجا باشید. تنها دلیل من برای بودن در اینجا این بود که امروز خدمت کلام خدا به من سپرده شده، ولی قلبم اونجاست و در این چند روز قلبم در ایران بود. یک چیز قشنگی نوشته بود که خیلی لذت بردم و خیلی فکر کردم. نوشته بود با هر گلوله‌ای که به طرف تو شلیک میشه من میمیرم. این چه حس قشنگی هست آدم داشته باشه. عجیب احساسم به هم ریخته است. هم شادم، هم نگرانم، هم دلهره دارم، هم غمگی. اصلا یه جوریه. من فکر میکنم که اغلب شما هم اینجوری هستید. هر لحظه خوشحال میشیم، هر لحظه نگران میشیم و این علت داره. این نشون میده که ما زنده هستیم، نشون میده که همدیگر رو دوست داریم، نشون میده که هنوز تا به اون حد با هم بیگانه نشدیم. این روزها من خیلی دوست دارم، علاوه بر اینکه این چیزها رو نگاه میکنم، خیلی علاقه دارم به کیهان، خیلی علاقه دارم به کرات، سیاره ها و عجیبه. یه فیلمی رو دیدم که داشت کره زمین رو خیلی قشنگ نشون میداد. از خونه خود ما، این گوگل ارت هست، میره عقب و دنیا 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 دنیا. بعد دوربین از کره زمین میره بالاتر. یه میبینم زمین گم شد دیگه، زمین نیست. و همینطور عقب‌تر کهکشان ها. زمین چی شد پس؟ کهکشان ها. و آدم یه لحظه ترس فرش می‌داره. یعنی در این فضای نامتناهی که به تهش نمیتونی برسی، خدا فقط این کره رو انتخاب کرده، مسیح برای این کره. و فکرم به این میره که اونقدر کار خدا بزرگ و عظیمه که آدم باورش نمیشه. و به این فکر میکنم که خداوند تقصیر خودته که ما نمیتونیم تو رو باورت بکنیم، برای اینکه کارهای تو خیلی عظیمه، فوق از تصور ماست، فوق از اینه که ما بتونیم حتی یه گوشه ای از اون رو درکش بکنیم. تا اینکه به این آیه برخوردم که امروز خدمت شما میخوام بگم. میگه اما شما رو داره میگه، نسل برگزیده و کهانت ملوکانه و امتی مقدس هستید. اینی که الان خدمت شما گفتم از اونه که قبلا گفتم خیلی عجیب تره. آدم یه جوری میتونه کهکشان و تمامی کره زمین و اینا رو باور کنه، ولی باور کردن این مطلب از باور کردن اون ایمان بیشتری میخواد. باور نمی کنید؟ به خودتون نگاه کنید. میگه شما نسل برگزیده هستید، کهانت ملوکانه هستید، امتی مقدس هستید و قومی هستید که خدا برای خود برگزیده که چی بشه؟ تا فضایل او را که شما را از تاریکی به نور عجیب خود دعوت کرده خوانده اونها رو اعلان نمایید. اول پتروس فصل 2 آیه 9. شما کهانت ملوکانه هستید، شما کاهنان هستید، شما قوم مقدسید، شما برگزیده اید. آدم وقتی که این حرفا رو در مورد خودش میشنوه و اونم از دهن پتروس که به قوت روح القدس داره میگه، در یه ناباوری قرار میگیره. خداوندا یعنی من؟ این رو در مورد من میگی؟ ولی واقعیت اینه که بله، اینو خدا در مورد تک تک شما میگه. مسئله اساسی اینه که آیا شما این رو باورش میکنید؟ در عهد عتیق وقتی که صحبت از کاهنانه که ریشش به عهد
فقط یک گروه خاصی از مردم میتونستن در حضور خدا خدمت کنن. ببینید بعد از سقوط خدا دو تا در واقع خدمت رو به وجود آورد که بتونه با بشر در ارتباط دو طرفه باشه. اول نبوت بود، یعنی پیغمبر شد صدای خدا برای مردم، ولی مردم به خاطر اینکه در وضعیت گناه زندگی میکردن نمیتونستن هر لحظه که بخوام بیان به حضور خدا، برای اینکه قدوسیت خدا اونها رو از بین میبرد. برای همین خدا برای اینکه اینها رو محافظت کنه خودش سیستمی رو برقرار کرده بود که در اون سیستم کاهن بود که انسان رو به حضور خدا می آورد. پیغمبر صدای خدا در میان قوم بود، ولی کاهن صدای قوم در حضور خدا بود. ولی در عهد جدید به این شکل نیست. در عهد جدید همه ایمانداران در مسیح عیسی دعوت شدند که کاهنان خدا باشند، تمامی آنهایی که به اسم عیسی مسیح ایمان میارند. پس هر ایماندار، مرد باشه، زن باشه، پیر باشه، جوان باشه، صاحب یک چنین دعوتی هست. کاهنان از نسل هارون انتخاب شده بودن اون موقع و 3 خدمت به عهده داشتن وقتی که انسان رو به حضور خدا می آوردن. خدمت اولشون این بود که قربانی تقدیم می کردن. چرا قربانی تقدیم می کردن؟ برای اینکه باید روی گناه پوشیده می شد که ذات قدوس خدا عکس العمل نشون نده. خود خدا این رو برقرار کرده بود و این بر اساس آن قربانی بود که خدا خودش فراهم کرده بود که میبایست در آینده صورت بگیره. بنابراین وقتی که قوم با قربانی میومدن به حضور خدا، اون قربانی خون گناه رو پاک نمی کرد. تنها کاری که میکرد این بود که روی اون گناه رو میپوشانید تا قدوسیت خدا عکس العمل نشون نده و انسان خطاکار نمیره. برای همینم هر سال تکرار میشد، برای اینکه اثر گناه در اون زیر قرار داشت. لکه از بین نمیرفت، بلکه فقط پوشانیده میشد، فقط کفاره میشد. اولین کار کاهن این بود، قربانی میکرد تا غضب خدا بر قوم نیاد، بر فرد نیاد. اسم این هست شفاعت. فرد شفیع فردی هستش که میاد در حضور خدا می ایسته و دعا میکنه که غضب خدا برگرده، به دنبال رحمت خدا بر فرد است و این وظیفه کاهنه. کاهن این کارو میکرد، تقدیم قربانی میکرد، شفاعت و دعا میکرد و شریعت رو چیکار میکرد؟ تعلیم میداد. ولی در عهد عتیق این مقام فقط به قوم لاوی سپرده شده بود، به قبیله لاوی سپرده شده بود. شما مهم نبود چقدر پارسا باشید، مهم نبود چقدر شما آدم خوب باشید، اگر از این قوم نمیشدید اجازه ورود نداشتید. ولی در عیسی مسیح کهانت تازه‌ای می‌بینیم آغاز میشه. وقتی که عیسی مسیح در روی صلیب بود، اتفاقی افتاد که خیلی مهمه. قدس الاقداس و قدس یه پرده‌ای این رو از همدیگه جدا می‌کرد. قدس رو کاهنان میتونستن وارد بشن، ولی قدس الاقداس رو سالی یه دفعه کاهن اعظم وارد میشد، اونم با کلی دبدبه و کبکبه، برای اینکه اگر به درستی وارد نمیشد غضب خدا می اومد و کاهن اعظم رو میکشت. میبایست همه چیز مطابق آن چیزی که خدا گفته انجام بشه تا کاهن در از قدوسیت خدا در امان باشه. ولی وقتی که مسیح در روی صلیب مرد، پرده معبد از بالا تا به پایین پاره شد. دیگه هیچ چیز مانع نبود که کسی نتونه به حضور خدا دست پیدا کنه. الان راه ورود به حضور خدا به خاطر کاری که عیسی مسیح کرده بود باز بود و این نشانه خیلی مهمی بود، برای اینکه دیگه حضور خدا محدود به یک قوم به خصوص نبود.
حضور خدا دیگه محدود به یک عده به خصوص با دبدبه و کپکپه نبود. راهی تازه باز شده بود تا انسانها مستقیما به حضور خدا بیان. پس از اون موقع به بعد هر کسی که به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی خودش ایمان میاره وارد این خانواده الهی کاهنان میشه و خودش جایگاه و هویتی که داره به عنوان یک کاهن هست. و پتروس میگه که شما کهانتتون از کهانت ملوکانه است، از کهانت هارون و این حرفا نیست. کهانت شما کهانت سلطنتیه، میرسه به پادشاه. شما از یک چنین کهانتی برخوردار هستید و از سلطنتی روحانی که پشت سر شماست، اقتدارتون هست، از اون داره نشأت میگیره. برای همین دیگه لازم نیست در این کهانت تازه شما لباسای مخصوص بپوشید، شما سنگ اوریم تومیم بذارید، شما سینه بند مقدس بپوشید. نه دیگه اینها لازم نیست. حتی قربانی حیوان هم دیگه لازم نیست، برای اینکه اون قربانی حیوانات می اومد و موقتی روی گناه رو می پوشانید. ولی کاری که مسیح کرد این بود که اومد گناه رو بالکل از بین برد. فرق به این شکله: یک نفر میاد مهمون، یک چای داغ میذاره روی میزتون، یه لکه این گنده میفته اونجا، شاید این که مهمون رفت شما 10 دفعه بهش میگید بعد به راه میگید که میز شما رو خراب کرده، ولی کلک دارید میایید یه رومیزی از اون چیزای قشنگ گلدوزی شده ایرانی میذارید روش، یه گلدون میذارید که اصلا کسی دیده نمیشه. قربانی این کارو میکرد. قربانی فقط لکه رو میپوشوند. برای همینم هر وقت شما وارد خونه میشدید اون گلدون رو میدیدید لذت نمیبردید، برای اینکه میدونستید که زیرش لکه است. انسان ها هم در روز کفاره وقتی که از اون معبد میومدن بیرون خوشحال نبودن، فقط برای 1 سال گناهانشون کفاره شده بود و میدونستن که سال بعد دوباره باید بیان. ولی در عیسی مسیح دیگه کفاره‌ای وجود نداشت، برای اینکه اون لک، اون گناه یک بار برای همیشه پاک میشه میره. برای همینم دیگه به قربانی گوسفند و گاو نیاز وجود نداره، برای اینکه عیسی مسیح گناه رو یک بار برای همیشه از بین برد. چقدر خوبه. ما دیگه قربانی نداریم. نه خیر، اشتباه میکنیم. قربانی هایی که ما داریم به مراتب الان سنگین‌تر و سخت‌تره. پولس در رومیان فصل 12 آیه 1 میگه شما رو استدعا میکنم بر اساس تمامی اونی که در 11 فصل خدمت شما گفتم. پولس داره میگه که تمامی الهیات مسیحیت، میگه پس بر اساس آنچه که شنیدید به شما التماس میکنم که بدنهای خود را قربانی زنده، مقدس و پسندیده خدا بگذارانید. دیگه گاو و گوسفند رفت، ولی پولس داره میگه تو به عنوان کاهن وقتی که در حضور خدا برای کهانت می ایستی، تک تک شما که گفته میشه کاهن هستید، لازم هستش که دستتون قربانی شده باشه در حضور خدا، پاتون قربانی شده باشه در حضور خدا، زبونتون، قلبتون، فکرتون، تمامیت شما که در مقابل خدا می ایستید، لازم هستش که در آن قدوسیتی که عهد جدید از شما می طلبه قرار داشته باشید تا به عنوان کاهن بتونید شفاعت کنید برای قوم، بتونید در اقتدار بایستید و دعا کنید برای قوم. متوجه شد چی شد؟ به این شکل نیستش که من بیام اینجا در نام عیسی مسیح دعا کنم و نام عیسی مسیح سه‌سامی باز شو معجزه انجام بشه. نه، اگر من کاهن هستم از نوع عهد جدیدش، وقتی که در حضور خدا قرار میگیرم، در آن قدوسیتی که عملاً از من خواسته میشه باید قرار داشته باشم که در آن اقتدار کهانت بتونم خدمت خودم رو انجام بدم.
پس میبینید که ما به چه دعوت بزرگی الان دست پیدا کردیم و چه مسئولیتی عزیزان من. ما هممون دوست داریم که دعا میکنیم دعاهای ما جواب پیدا کنه، ولی اشتباه نکنید. فقط و فقط نجات مجانی هست. فقط نجات وابسته به فیضه. بعد اون آن اقتدار، آن مسح، آن خوانده شدگی لازم هستش که ما در جایگاهی که باید باشیم و این مال همه ماست. همه ما میتونیم. صحبت سر اینه که آیا باور کردیم اینو، آیا میخواهیم که اینطوری بشه، یا صرفا میخواهیم که با یک مسیحیت چخان بریم جلو. هدف از کهانت ما عزیزان الان وقتی که میگه که این بدنهای خود را قربانی زنده بکنید، در واقع داره مطرح میکنه که از این به بعد شما وقتی که میخواهید فضائل خدا را اعلان کنید، مگه پتروس نگفت که برای این خوانده شدید؟ شما خوانده شده اید که فضایل خدا رو، ارستاس، الان یکی میگه باز بعد در فرون لغت یونانی رو انداخت، مجبورم، برای اینکه وقتی که میگه ارستاس فقط فضایل نیست، جلال خدا رو، شخصیت خدا رو، صفات خدا رو، تمامی آن چیزی که در وجود خدا هست، شما اون رو به دنیا قرار اعلان کنید. کاهنان به چه طریق؟ از طریق شخصیت عوض شده، از طریق شخصیتی که در عمل و در رفتار داره خودش رو نشون میده، که وقتی که مردم شما رو نگاه میکنن میگن بله این کاهن خداست. چرا؟ برای اینکه داره نور خدا، شخصیت خدا، آنچه که در وجود خدا هست داره میزنه بیرون. به این شکل میخواهیم این رو اعلام بکنیم. کدوم خدا؟ خدایی که شما رو از تاریکی، از ظلمت به نور عجیب خودش خوانده. از تاریکی به نور عجیب خودش خوانده. ما از تاریکی اومدیم بیرون که نور او رو به دنیا بتابونیم. بنابراین خدمت کهانت پلی بود بین انسان و خدا. کاهن مردم رو نزد خدا می آورد، برای اونها شفاعت می کرد و به واسطه قربانی ها در عهد عتیق طلب بخشش می کرد، طلب رحمت می کرد. ولی در عهد جدید همه ما الان کاهنان خدا هستیم که از روی نسب کاهن نشدیم، از روی وظیفه مذهبی کاهن نشدیم، بلکه به خاطر رابطه زنده‌ای که با عیسی مسیح داریم کاهن شدیم. میخوام صحبت رو به کجا ببرم؟ به اینجا. ما در روزهای حساس داریم زندگی میکنیم، روزهایی که ملت ما تصمیم گرفته که دیگه بیسته، بس دیگه. ظلم، استبداد، خودکامگی بسه. ملت تصمیم گرفته که برای همیشه خود رو از چنگ این ظلمت بکشه بیرون و میدونم که همه ما الان با ملت هستیم، باید باشیم، برای اینکه ما ایرانی هستیم. ولی وظیفه من و شما عزیزان به عنوان کاهنان عهد جدید به مراتب داره فراتر میره. به مراتب داره فراتر میره. چرا؟ برای اینکه ما خدمت کهانتمون الان در اینجا نیست، در منبر کلیسا نیست. خدمت ما در میان مردمی هستش که دارن گلوله میخورن. ملت ما در میان مردمی هستش که تو سرما وایستادن و دارن بر علیه بی‌عدالتی فریاد میزنند. خدمت ما اونجاست. و چیکار باید بکنیم؟
برای اینکه بتونیم خدمتمون رو انجام بدیم لازم هستش که اول آن شخصیتی رو که قراره در ایمان به عیسی مسیح پرورونده باشیم اجازه بدیم این شخصیت از ما دیده بشه. بذارید یک حقیقت رو بهتون بگم. در ایران آزاد ما که هر لحظه منتظرم که خبرش به من برسه، برای مسجد جایی نیست. مطمئن باشید برای کلیسا هم جایی نیست. برای اینکه مردم از مذهب خستند. چه چیزی به مردم خواهد گفت که نه، این فرد و این وابستگی که این شخص داره با اون فرد داره. شخصیتی که من و شما باید نشون بدیم بدون اینکه حرفی بزنیم. یه لحظه در مورد خودتون فکر کنید. اگر قرار باشه حرف نزنید در مورد عیسی مسیح و اگر قرار باشه که فقط و فقط از شخصیت و رفتارتون دنیا رو به طرف آزادی حقیقی در مسیح بخونید، مردم از شما چه خواهند دید؟ این خیلی راحته، میتونید همین الان تمرینش کنید. نمیخواد در مورد مسیح حرف بزنید، نمیخواد بگید دارید میرید کلیسا. ببینید آیا مردم وقتی که به زندگی شما نگاه میکنن بهتون میگن شما خیلی فرق دارید. و الان وظیفه ما به مراتب سنگین‌تره به عنوان کاهنان. چرا سنگین‌تره؟ برای اینکه ما نیاز داریم که کاهنان واقعی باشیم در خداوند، در آن شخصیت الهی، که صدای ما برای ملت ما شنیده بشه. و وقتی که می‌ایستیم و برای ملت بیچاره ما که در طول این سالیان از هر استبدادی رد شدن داریم شفاعت می‌کنیم، صدای ما در عرش اعلی شنیده بشه. شما یه لحظه تصور کنید مملکت ما بالاخره به اون استقلال و آزادی اقتصادی و سیاسی و اجتماعیش خواهد رسید، در این شکی نیست. برای اینکه ملت به پا خواسته و میگه که این رژیم منحوس رو نمیخوایم، آمین نمیخوایم، ولی صحبت سر اینه. مسئولیت آزادی حقیقی فردی تک به تک ایرانی ها به دست من و شماست. ما میتونیم جامعه آزاد داشته باشیم، ما میتونیم جامعه مدنی خوب داشته باشیم، ولی یه لحظه فکر کنید چقدر عالی میشه در این جامعه آزاد انسانها آزاد از گناه، آزاد از بار خطا، آزاد از این اسارت هایی که بر وجود شخصیشون هست، آزاد از اون بتونن از یک چنین آزادی اجتماعی لذت ببرند. این عالی نیست؟ فایدهش چیه اگر هنوز در اون آزادی اجتماعی و اقتصادی انسانها کماکان اسیر غم و درد و اعتیاد و غصه و تمامی این چیزهایی که انسانها رو اسیر کرده باشند؟ بالاتر از اون ما ملتی روبرو خواهیم شد که 50 سال در وجودش تروماهای مختلف وجود داره. من همیشه میگم برای اینکه بعد از این آزادی ملت ما نرمال بشه حداقل 4-5 نسل طول میکشه. این همه دردها بر این ملت گذشته که نیاز به شفا داره. چه کسی این شفای درونی رو مسئولیت داره در وجود تک به تک ایمانداران و هموطنان ما بریزه اگر شما نکنید؟ این وظیفه تک تک کلیساست، وظیفه کاهنانه. بی خود نیست پتروس داره میگه شما کاهنان هستید، ملت برگزیده هستید. چرا؟ که برید و نشون بدید به مردم از شخصیت و گفتار و رفتارتون که خداشون، خدای واقعیشون، نه این خداهای چاخانی که از این مساجد هی به خورد مردم داده شده، خدای واقعیشون شخصیتاً کی هست؟ این وظیفه من و شماست، ما کاهنان. برای همینم الان که ملت بلند شده ما هم باید بلند شیم.
و بیشتر از اونها باید بلند شیم. نه فقط برای آزادی اقتصادی و سیاسی و اجتماعی، بلکه برای آزادی فرد اونها. چرا؟ برای اینکه چشم ما به ملکوتی هستش که فقط منوط به این دنیا نیست. و چقدر عالیه که فرد ایرانی در یک چنین آزادی حقیقی با هم در یک آزادی اجتماعی زندگی بکنن. و این وظیفه من و شماست. کاهنان عزیز، اگه تا حالا ایمانتون رو جدی نگرفته بودید، یا باید جدیش بگیرید یا خبر بدی براتون دارم. مسیحیت شما رو در ایران آزاد کسی خریدار نخواهد بود، برای اینکه ملت از مذهب زده است، از هر نوع مذهب زده است. ما به خاطر این غیرتی که داریم میگیم نه مسیحیت فلان، نه مسیحیت بهمان، نه خیر، هیچ از این خبرها نیست. مردم تا خدا رو در ما نبینن، تا فضایل خدا رو که ما رو از ظلمت به نور عجیب خودش خونده، تا اون رو در ما نبینند، هیچ کس حرف ما رو باور نخواهد کرد. مهم نیست کلیسا به چه گندگی داشته باشیم. بنابراین این افکار رو از خود مغزمون بیرون کنیم که وامیستیم در استادیوم 100,000 نفری، 100,000 نفر جمع میشن به حرفای ما گوش میدن، یه نفرم نمیاد. ولی اون یه نفری که نمیاد، خدا رو اگر در شما ببینه زندگیش بنا میشه و بعد یه نفر میشه، 2 نفر، 3 نفر، 4 نفر. خدا رو شکر بعد ما به خاطر جمهوری اسلامی از کلیساهای ساختمانی آزاد شدیم. الان دستمون بیشتر بازتره تا در ایران آزاد ما خدا رو از شخصیت خودمون به دنیا نشون بدیم. ببینید وظیفه ما سخت‌تره. ایران آزاد شد. دعای من این هستش که این همه افرادی که الان اسلحه به دست گرفتن، سپاهی، بسیجی فلان، اونها هم ایرانی اند. دعای من این هستش که خدا قلبشون رو بزنه و اینا چششون باز بشه و ببینن که اسلحه رو به چه طرفی گرفتن. فکر نکنید که فقط اون ملت ظلم شده در تروماست. این ملتی که داره ظلم میکنم ایرانیو در تروماست. انقلاب پیروز بشه شروع کنن همدیگر رو بکشند، فکر میکنن چه اتفاقی میفته. اینها آن سوالات واقعی است که ما باید از خودمون بکنیم. و من و شما الان در جایگاهی ایستاده ایم که در آن کهانت واقعی بایستیم و از خداوند شفاعت بطلبیم. خداوندا دعا میکنم مخصوصا برای اینهایی که اسلحه دارن که تو اونها رو نسبت به گناه ملزم کن، چششون باز بشه، اسلحه ها رو بذارن به زمین و به مردم ملحق بشن و بگم بس دیگه. این با دعاهای من و شماست. ولی چه چیزی باعث خواهد شد که دعای من و شما شنیده بشه؟ آیا جایگاه خودمون رو به عنوان کاهن درک کردیم؟ باید بکنیم. طریق دیگه‌ای وجود نداره اگر می‌خواهیم فعال باشیم در آنچه که برای آزادی ملتمون می‌خوایم. یک قدم فراتر، من دنبال فقط آزادی سیاسی و اجتماعی و اقتصادی نیستم، بلکه دنبال آزادی فردی حقیقی هستم که در اون هر کسی در آن رابطه درست 2 طرفه با خدا زندگی آزاد از هر اسارت داشته باشه که وقتی دست به دست هم دیگه میدیم ایرانی واقعا آزاد داشته باشیم. ایرانی که همه با هم برادر و برابر هستیم. بنابراین عزیزان من، تو این ایام خدمت کاهنی ما این هستش که حضور خدا رو تو خیابونها، تو خونه‌ها و تو دلهای شکسته آشکار کنیم.
شفاعت کنیم رحمت خدا بر ملت ما جاری بشه، چشمای خیلیا به عدالت خدا، به رحمت خدا باز بشه. در میانه رنج و ظلم مردم ما باید بایستیم، بین مردم و خدا، و شفاعت کنیم، کهانت کنیم، تعلیم بدیم، حقیقت رو بگیم، دفاع کنیم از مظلوم. الان اون موقع هست که ما باید کار را انجام بدیم. در عهد جدید کاهنان خدمت میکنند. خدمت کاهنان بر چه اساسیه؟ در عهد عتیق میگفت که یه در رو بذار لامپ روشن کنن، یه در رو بذار فلان کنن، یه در رو بذار بهمان کنن، تو خودت این کار بکن، تو خودت این بهمان بکن، اله بکن، بله کن. چرا این کار رو میکرد؟ برای اینکه هدف خدا این بود که کاهنان رو محافظت کنه از قدوسیتش، که مبادا اونها رو داوری بکنه و بکشه. ولی در عهد جدید زیر پوشش خون عیسی مسیح گناه برای همیشه، یک بار برای همیشه ترتیبش داده هستش. در عهد عتیق به این شکل بود، در عهد جدید کاهنان چجوری باید خدمت کنند. ببینید، اگر کلیسا الان آن معبد خداست، در کلیسای خداوند کاهنان بر اساس عطایای روح القدس خدمت می کنند. تکرار می کنم، بر اساس عطایای روح القدس خدمت می کنند. بر اساس اصل و نسب نیست، بر اساس من تو رو انتخاب میکنم این کارو بکنی هم نیستش، بر اساس عطای روح القدسه. کلیسا یک بدن زنده است و شما تک به تک کاهنان هستید در این کلیسا. بنابراین سوالی که از خودتون بکنید اینه: من چیکارم؟ تا حالا پرسیدید من چیکارم؟ اگر شما حقیقتا ایمان آوردید به عیسی مسیح، حقیقتا بخشیده شد و گناهانتون، حقیقتا روح خدا در شما ساکنه، شما صاحب عطا هستید. شما دعوت دارید که در این خدمت کهانت آنچه که خدا بر اساس عطای روح القدس بهتون داده اون رو بیایید و برای بنای بدن به کار بگیرید. عطایا برای بنای بدنه. بنابراین هر کدوم از ما کاهنان در اینجا خدمت میکنیم بر اساس عطامون تا یک دیگر رو بنا کنیم در خداوند. بنابر این چیزی که از شما برادر ادوارد هیئت شبانی داره میطلبه اینه: فکر میکنید چه عطایی دارید؟ بشینید دعا کنید، فکر کنید، ببینید چه چیزی در وجودتون هستش که له له میزنه این اون چیزیه که خدا از من خواسته. دوباره فکر کنید. تلفن منو دارید، به من بفرستید، من در هیئت مشایخ مطرح میکنم. بگید من این عطا رو دارم. با کوروش جان صحبت میکردیم، گفتم کوروش ما میتونیم اینا رو دسته‌بندی کنیم این افراد رو، و وقتی که مطمئن شدیم که بله حقیقتاً بالقوه اینها یک چنین عطایی رو از خداوند دارن، میتونیم تربیتشون بکنیم برای اینکه عطاشون رو به کار بگیرند. کلیسا به این شکل میتونه رشد پیدا کنه. کلیسا به این شکل میتونه خدمت‌ها رو انجام بده و به این شکل که بدن مسیح بنا میشه بر اساس افسوسیان فصل 4. هر کس در آن دعوت و در آن عطایی که داره خدمت میکنه، و وقتی که همه ما در آن عطای خودمون خدمت کنیم، دیگه کسی به عطای دیگری نگاه نمیکنه. اوه نگاه کن بهتر فریدون داره موعظه میکنه، چرا من موعظه نمیکنم؟ اگر عطای شما موعظه است، هاللویا، بفرمایید بیاید اینجا موعظه کنید. اونجا من از یکی خواهش میگردم، میگم خواهش میکنم هانی جان بیا، من نوشتم مطالبم رو، برو اون بالا موعظه کن، من میخوام برم اونجا تو تظاهرات شرکت کنم. چرا که نه؟ اگر خدا به شما این عطا رو داده،
و اگر یاد بگیرید که به چه شکل این عطا رو به کار بگیرید که در آن شخصیتی که خدا رو داره از شما به دیگران نشون میده. شخصیت بسیار مهمه. در اون شخصیتی که پرورش یافته در روح القدس که به شکل درست عطایا رو خدمت کنه، چرا که نه؟ بنابراین کلیسا بازه برای همه شما که خدمت کنید. برادر لوان یادم میاد میگفت یکی از یکی پرسیدن آقا شما چند نفر خادم دارید تو کلیسا؟ طرف میگه 120 نفر. 120 نفر خادم دارید؟ پس حتما یه چیزی حدود 12,000 نفر عضو دارید. طرف میگه نه، همون 120 نفر. عالی نیست؟ این معنی کلیسای سالمه. 120 نفر خادم داریم، 120 نفر هم عضو داریم. چرا؟ برای اینکه هر کس در این بدن میدونه جایگاهش چیه و میدونه که برای بنای دیگری چی کار باید بکنه. برای همینم وقتی که اینجا داره صحبت میکنه پتروس میگه شما کاهن هستید، میگه شما کاهنان هستید، جمع میبنده. شما ملتی مقدس هستید، جمع میبنده. خدا همیشه چشمش به دنبال جمعه. فرد نجات میده ولی خدا همیشه چشمش به دنبال جمعه. اگر خدا قرار باشه بین فریدون و بین چی میگن کلیسای شمال لندن یکی رو انتخاب کنه، انتخاب خدا معلومه. فریدون رو بندازید تو جهنم، انتخاب من کلیسای شمال لندنه. چرا؟ برای اینکه خدا به دنبال جمعه. بدن مسیح هستیم ما و این بدن عضو مرده نداریم، این بدن عضو بیکار نداریم، این بدن عضوی که به درد نخوره نداریم. در این بدن هر کسی دعوتی داره. بنابراین وظیفه سنگین تره. نه فقط شما کاهنانی هستید که باید شخصیت خدا رو، فضایل خدا رو از زندگی و گفتار و کردار خودتون به بیرون منعکس کنید، بلکه در آن دعوتی هم که دارید بر اساس عطای روح القدس خدمت کنید. و مهمترین چیز اینه، در این بدن خدمت همه مهمه. هیچ خدمتی بالاتر از خدمت دیگری نیست. چه هیرادی که اونجا نشسته داره این چیزایی که هیچ کدوم شما نمیبینید، تقصیر منه. این پاورپوینتی که هیچ کدوم شما رو نمیبینید ولی با کمال وفاداری داره اون بالا میندازه. چه منی که دارم اینجا صحبت میکنم برای اینکه داریم از خدماتمون یکدیگر رو بنا میکنیم. بنابراین در کلیسا عزیزان من، معیار خدمت شخصیت و دعوت و عطاست با هم دیگه، نسب نیست. هیچ وقت به این فکر نکنید. من میشنوم خنده از این مسخره تر حرف نمیشه گفت که شما بیاید بگید خدمت کلیسا تقسیم شده بین دو خانواده. یعنی چی میگید؟ اگر کسی عطا داره، دعوت داره، شخصیتش داره، بذارم کنار که بین این خانواده همه ما با هم خانواده ایم. دو خانواده نیست، همه ما با هم خانواده ایم. و این حرفا رو نزنید، بلکه به این فکر کنید من در این بدن چیکارم. نگاه نکنید فریدون تو این بدن چیکار است، بگید من تو این بدن چیکارم. و اگر شما نشد اون جایگاه خدمتیتون رو پیدا کنید، اون موقع میتونید غرغر بکنید که من چرا آن دعوتی رو که دارم برای بنای کلیسام، برای بنای برادر فریدون، برادر ادوارد، بقیه خادمین انجام نمیدم. اینجوری به قضیه نزدیک بشید عزیزان من. خواهش میکنم از این حرفایی که شریر رو خوشحال میکنه نزنید. همه ما دعوت داریم خدمت کنیم. این گویی میدان. خواهش میکنم بگید ما شما رو تربیت کنیم، کمک کنیم و فضا به وجود بیاریم که یکدیگر رو بنا بکنید تا منم امروز لااقل بتونم برم تظاهرات شرکت کنم. فکر کنم من نمیخوام. کلیسای سالمینه و
هدف ما اینه. من خدا رو شکر میکنم بعد ادوارد الان نزدیک به 45 نفر رو داره، اونها رو کمک میکنه که در آن عطایی که دارن قوت بگیرن. یه لحظه تصور کنید سال آینده ما 45 نفر خادم خواهیم داشت. کافی نیست. ادعامون 450 نفر آدمیم، کافی نیست. بنابراین شما کاهنان عزیز چیکاره اید؟ از نور عجیب خدا شما پر هستید و لازمه که اون رو منعکس بکنید. یه چیز دیگه هم خدمت شما بهتون بگم. در عهد جدید دیگه خدمت منوط به جنسیت هم نیست، چون همه چیز بر اساس عطایاست. اگر خدا اومده عطای شبانی رو، حالا نمیدونم اسم کی رو بذارم، عطای شبانی رو داده به معصومه، مگه من خلم؟ نه، چون تو زن هستی نمیتونی. چون با این کار دارم بر علیه اراده خدا دارم بلند میشم، خدا منو خاکسترم میکنه. اگر خدا عطا رو داره میده، ما باید یاد بگیریم که در اون شخصیت کهانت، در اون شخصیت قدوسیت، آنچه رو که خدا عطا کرده به درستی برای بنا به کار بگیریم. بنابراین به خودتون نگاه نکنید من زنم. در عهد جدید کهانت دیگه روی جنسیت نیست. کهانت روی شخصیت مسیحی، دعوت و عطاست. پس با ما در هیئت شبانی و رهبری تماس بگیرید، از ما بطلبید. من یک چنین عطایی رو در خودم میبینم، با من دعا کن که ببین آیا تو همین عطا رو در من میبینی، برای اینکه من میخوام وظیفه کهانت خودم رو انجام بدم. و ما مطمئن باشید که شما رو در این زمینه کمک خواهیم کرد. چند تا سوال از خودتون باید بکنید. هنوز وقت دارم فکر کنم. آره میرسیم به کار تظاهرات، میرسیم، ناراحت نباشید. اول، من چقدر باور دارم که کاهن خدا هستم؟ چقدر باور دارید؟ ببینید باید با خودتون صادق باشید. من کاهن اینجور مواقع همیشه آن شخصیت در مسیح پرورش نیافته میاد وسط. من که چیزی نیستم. آره، ولی اگر اجازه بدید روح خدا در شما کار کنه، اگر تصمیم بگیرید که به روح القدس اجازه بدید در زندگی شما قویاً کار کنه، شما تبدیل میشید. یک شبه اتفاق نمیفته. زندگی با روح خدا لازمه که انجام بدید. ولی چه دعوتی میتونید در این دنیا بالاتر از این داشته باشید که نه فقط در حضور خدا، بلکه برای مردم خودمون هم فردی درست باشید. اگر خودتون رو کاهن ببینید، فکر میکنید چه اتفاقی در شما خواهد افتاد؟ اگر باور کنید شما کاهن هستید، باور بکنید که من لازم بدن خودم رو، اعضای بدن خودم رو قربانی زنده، مقدس و پسندیده خدا بگذارونم. در اون لحظه خیلی چیزا میاد تو ذهنتون. آی تو نمیتونی. میتونی. در نام عیسی مسیح دعا کن. میتونی. خیلی چیزها رو میتونی انکار کنی و بگی در من جایی نداری، برای اینکه من کاهن هستم. ای دست من، دیگه اجازه نمیدم تو بر علیه معیارهای خدا کاری انجام بدی. ای زبان من، دیگه اجازه بهت نمیدم غیبت کنی. ای چشم من، دیگه اجازه نمیدم به چیز بد نظر کنی. ای فکر من، اصلا اجازه نمیدم که در مورد چیزهایی که شایسته من کاهن نیست همینجوری پر بکشی بری. روح القدس بهتون این قوت رو میده. کاری که میکنید اینه. دوم پتروس رو بخونید و اسم خودتون رو بذارید. من فریدون نسل برگزیدم. من فریدون کاهنی از تبار شاهانم. من فریدون به تنهایی یه امتم، ولی خب بقیه کلیسان با من هستن. اینها رو به خودتون بگید، تمرین کنید که فضایل رو اعلان کنم، از تاریکی به نور. آیا این تو زندگیمون اتفاق افتاده؟
این خیلی مهمه جواب به این سوال. تاریکیام رو به یاد بیاریم و مطرح کنیم در کدوم قسمت در زندگی من از تاریکی جدا شدم و در نور عجیب خداوند قرار دارم. عملی در کدوم قسمت؟ در غیبت، در بداندیشی، در نمیدونم مهمانی های چاخان، در هر چیزی. یادداشت کنید، بذارید جلوی خودتون، بگید آقا ما دیگه آزاد شدیم این کشکه. این اون شناخت نیست. مطرح کنید من از چه چیزی آزاد شدم، از چه تاریکی اومدم به نور. دونه دونه لیست کنید و بعد خواهید دید که آها یک سری تاریکی ها هستش که هنوز اتفاق نیفتاده و اون موقع هستش که میرید سراغش تا اونها رو هم انجام بدید. در رابطه دو طرفه با خدا کاهن این بود دیگه. کاهنان هر روز صبح تا شب در حضور خدا بودند. ما هم میتونیم صبح تا شب در حضور خدا باشیم وقتی که فکرمون با خدا گیره. و عطاهاتون هم که گفتم، با ما تماس بگیرید، بگید چه عطایی دارید. فکر کنید، دعا کنید خداوندا منو برای چی خوندی؟ برای اینکه در ایران آزاد خدا به تک تک ما نیاز داره تا ملکوت خودش رو در ایران برقرار بکنه و اون من و شما باید انجام بدیم. دیگه بقیه رو به اندازه کافی بهتون گفتم. هم عملی گفتم، هم تئوری گفتم، هم روح القدسی گفتم. ولی ایران به من و شما احتیاج داره. نه به عنوان فریدون، به عنوان فریدون کاهن، کسی که دیگر ایرانی‌ها وقتی نگاش میکنند فضایل خدا رو میبینند، شخصیت خدا رو میبینند، نور خدا رو میبینند که داره منعکس میشه. یه فرد مذهبی نمیبینند. مذهب برای ایران تمام شده. آنچه که برای ایران نیاز هست کاهنانی هستند که در زندگی و گفتار و رفتار و شخصیت فضایل خدا رو دارن، به دنیای بیرون نشون میدن. لطفاً سرپا بایستید. من نمیدونم این موعظه چه کرد با شما، چه صحبتی، چه چیزی روح القدس در قلب شما آشکار کرده. ولی موقعی که من خودم داشتم روی این کار میکردم خیلی چیزها رو در مورد خودم روح القدس نشون داد. این لیستی که بهتون گفتم خودم برای خودم نوشتم و در این برهه نه فقط کنار مردم تو خیابون ها میتونیم بیستیم، به عنوان کاهنان در میانشون نیستیم. میرید تو تظاهرات، حتما برید تو تظاهرات و در تظاهرات کاهن باشید. کاهن، اونی که داره شفاعت میکنه، اونی که رحمت و محبت و فیض رو برده به میان مردم، اونی که میدونه به محض اینکه دهن باز کنه برای خدمت شفاعت آسمان به حرکت در میاد و خواهید دید که چه تغییری ایجاد میشه. فرصت دارید که هر کسی سرمون رو بندازیم پایین، چشمون رو ببندیم، به خودمون فقط فکر کنیم. من دعا میکنم جلسه رو میسپارم به دست شبان عزیزمون که ایشون ادامه بدن، ولی با این پیام بریم به میان مردممون در این بره. خدای پدر در نام عیسی مسیح تو رو شکر میکنیم، به قوت روح تو را شکر میکنیم و برای این دعوتی که از ما به عمل آورده ای با اون جایگاهی که به ما عطا میکنی. کاهنان هستیم خداوندا، از رتبه و رده شاهانه که برگزیده شدیم، انتخاب شدیم تا تو از شخصیت ما
خودت رو نشون. هاللویا. تو را شکر میکنیم خداوندا دعا میکنیم که این خداوندا جایگاهی که داریم، این خداوندا آنچه که تو به ما هویت میدی خداوندا در ما، در مغز و فکر و قلب ما ریشه بدون خداوند و چنان باشه که در این تازگی روح تو ای خداوند، در آن قوتی که عطا کرده ای خداوند برای ایران خداوندا نغمه آزادی داشته باشیم، برای فرد ایرانی نغمه آزادی داشته باشیم که همه با هم ای خداوند در آن آزادی حقیقی زندگی کنیم. در نام خداوند ما